قیامت در میشه. نه من باز که نه چی بگی کالای نه چی بگم. نه حالا نکردیم. هر کس بازی بودی مرد بازی داره. خود راست بود نمیگم. نکردیم. کدام میب خونه داشتی تو رفتی مرد پیره گرفتی؟ چرا مرد پیره گرفتی؟ میگه وجای تو بخیر من شرم شدم تو نشرمیدی؟ نگفتی برشته کشتنش من ببین کجای مایب داره. خب نه ها گفت نام خدا مقبول هستی خورد هستی چرا رفتی برای مرد پیره رسی کردی؟ باز غیر همونجا کن میشه کل چیز میران میمونم. ما از تو بدتر بخیم. کدام گپ از کدام دوست مست پیدا شده؟ من خب میگم دوست پیدا شده. خب باز اینا دوست که پیدا شده چرا یک دانه رو بگیرم؟ مادم میترسه از بعد اینجا رو ما کم بگیریم روز و باز گم نشه چرا اینجا نه عین برو پیش اینجا. بیخی آبرویم رفت از خاطر ازیا گمش که بچه خودم آدمی چهار تا فکر است. حالا بود از مردکه چی شد؟ زنده و زوال از خانه ما گم شد و شک نداریم هیچ کس در خانه ما نیست. که از خجالتی او شدم. اونجا اگر ما چه چی فهماندن چی کردن اینه که از اونجا کمی آمد که یک دفعه فشار از پاهم شد ما چه مریض شدی آمدیم درا که دفعه تن یک دفعه کم بود که بفته چی میگی تو پایینو بردیم پیش دکتر راجل اون سیروم داد دیگه داد بیبیتا میگم چرا خصای که تو از دست توست که میگم یک دفعه در سر از اون ماچم بد خورد بینی ما را از بیخ برید قالو خو میسای کم گپ من گوشت کو بود گم شد اینجا دختر گوشت میشت از بین تشت گوشت کدام میگرفت پشکا خو زیاد نه دیگه حالا می گوشت ببره پشکو چاپیره خود. به خدا و بی جان بیخی شرمنده شدم. نمیفهم که کی آمده بودم و بوتای پدرجان تا برده بود. آخو خانه ما بیخی حرم سرای وارستکی نمیامیم یکی میره یکی می دروازه رو بسته نمیکنن. نمیفهم کدام آین کنه آمده کدام گدایگر آمده بوتا رو گرفته برده. میفهمم گپ نیست. خب بازم بعد از چطور از خانه ما گم شده قدر کوی زد که آخرم بوتاش گم شد. اما چی بگوید تو خود درک میکنی اونا نو بودن به اولین بار خانه ما آمده بودن از او خاطر بیخی شرمنده شدم. خیر ما برش بوت میخرم. حال خیره که تو خریدی خیر ما برش یکی نو میخرم روان میکنم برش ببر. سایست اما مادرنده رو چی گفته باشد چه قبحت به خدا. بودگاش خست خود بود خیر گپ نیست درک میکردن زن کاکایم بود پدرجان بود خون نو آمده بود. جور بخیر ینگه خدا خدای صبرت نه سایسته که تجمل گپ میزنی؟ او بای جان ما پسان بر زنگ میزنم خب کار دارم پس بر زنگ میزنم خدا پس اجمل بود خود چی میگفتی؟ کتکی گپ دیدی اجمل بود؟ یعنی چی؟ اجمل چی کار چی؟ ینگه مستی بی نزاکتی نگو ینگه چی کاری چی؟ به نزاکتی فردین چی میگی تو؟ چی میگی؟ گپ که میگی گوشت میشنوه تو خود مزه میتنی؟ چی مزه میتنی اینا؟ از چی وقت مونده بود اینجا؟ چوفاش کنم خبر نشه اینا ما رو بیاب میکنی حالا خب چی خب بر ما برده خب
خودش خوبی خوش نداره نمیخوره. خب باز اینا رو دام میزنم آنه. نه دام بزنم باز من نمیخوام. چه دیگه؟ هی مریم یه چیز نگه قرنش زرم خب چی شده؟ گفتم چیز تا باش که اگان قصه که کنیم ولد نخورم از دست از دست من چی وقت رو لطفه؟ چی وقت بخیر تر چی میگن نوزاد کنیم چی؟ چرا کم خوش داری باشه خو یگان گپا بزن نگم ما تو دیگه اون سفار هستیم شوار آینده ما اشتباه نکنم نکم ازاق نه راستی این تو شوار کردی شوی کردی چی شد که من بکنم چی کردیم اون آمد خوش هستم خوش هستی؟ خوش هستی خوش هستم دیگه کتش ماشاءالله چه رقم باشه قد بلند باشه قد پخش باشه سیاه باشه سفید باشه خب بگو دیگه وی نمی‌دونی و پای ننوی بیوی از یارم نمیره از وقت من بخور گرم زده بخواب فاطمه ترک کردن خب پس هم نمیشه اگه پس کنم برم پس خانه پدرم من خود نگاه کنم خود ده خانه جایم بده یا نرم طرف خوبیه زیاده هم میبینم مرد خوبی است بیچاره کدام زیاد خوبی میکنه خودش خوارش خوارزادهش از اینا طرف خوبیه از اینا دیده دلم نمیشه که می کارا کنم اگه نکنم مرد طرف میرم دفعه مردم تا نداده بخسته شده کلگی نمیگه که میزنه چرا مرد سلطان رو گرفتیم چی میکنی؟ هیچ باش روی خانه مرداش گمش تو خود جور نیست که در چی حالت هستی باید خیر از باش اینا آره میکنه بال نگم میکنم توی دفعه نمیکنم مرا خیر از باش بگو مرا اوسو که بیلا کن بخیر باشم یار جمع کنم گمش که چی جمع میکنی؟ من برات جمعش میکنم من جمع میکنم گمش که بانشه بخیر دفعه گفتم که خوارزاده من از خوارم نمیکنه خیر است حالا بخیر حالا بیاید رکورد تو میمونه تو من ترکوی که توی شلا میگیری خیر است خانه من گفتم میشه دیگه گمش کو حالا تو ما چیم تصویرش چی رو میکنیم بشی تو بشی خوارزاده من هست میاد خوارزاده باشه اینجا رو که جمع کنم بشی گمش که تو های سمینا نمیفهمم تو تشویش چی رو میگن چرا قدر هر دقیقه تو مریض میشی نگو تشویش یا دفعه گفتم تشویش نگو کار بود نمیمونه کار خانه نمیمونه سمینا جان خب بعد از دیگه تا که خوارزاده کنه حالا خیره حالا تو جور بودی خون جور که باشی خب میگم برو خودت تام کن حالا وقتی که جور نباشی خب همون دوتا میکنن نه هم خوارم بیچاره کجا تو رو میمونه ایشو مریضی تا سکی و ایشو تو نزدیک دورا افتیده بودی بازال آمدی یا هنوز کنورت پس نشده جور نشدی تو وقت همه کار نه وقت خونه آمده بودیم مال خوبتر شدیم سمیرا جان نکو خود خراب میکنی مریض میشی نکو که همه کار بان حالی که جور نبودی کار نکو آقا جور شدی بخیر باید از اون بازار کار کردی کارم کو خیر است بعد مردم با بیگانه میکنن خیر است کلان است و بیچاره از من که در چی نباشه نه همین خوردادیم خب بازونه خیره حالا همون سرمون میکنه خوارم میگم نکنه خیره اگر تو که بسیار میگی خوارم میگم نکو کمی سمیرا جگر خون میشه ولی خب مرسل میکنه که مرسل ولی کمک شو میگه از یک نفر که دو نفر زود خلاص میشه خب کمک در صورتی که جور باشی سمیرا حالا خب تر شدیم که من خواستم اینجا رو جمع کردم مگه نمیموندم و مرسل بیچاره در کار حالا در دولت مریضی که اگر این کارهای ثقیل میکنی بعد بدتر میشی باید بخیر جور که خیلی این کارا واسه از کلش نیست ثقیل نبود یک خانه رو برس میزدم هم برس زدن خب میموندی حالا چی کرده این خانه را پاک صفاست این استیتارام هستم احساس راحتی میکنم بخی گوشایم بیغم است بیغم کاش که در جای سمیرا همین مریض میشد میمرد که بیغم میشدیم کل مازگیش چی حال هستم رایدی سمیرای بیچاره مریض شده و جور تایا میگردگنی پیرم شده محچم چی رای چیز نمیشه خسته نباشی مرسل سلام عبید کجا میری عبید تا بیرون میرم آه چشمم چی گپ شد چی کردی آه چشمم مرسل خوب هستی محچم کدام پشه چیز در چشمم رفت خب نزدیک درخت‌ها شیشتی و دختر محچم پشه بود حتما از اون چیز آمده من فهم در چشمم نه دیگه چیز نیست کار نگه دیگه چل پاسه کرد نه دیگه چل پاسه نیست پشه بود پشه عبید خب هیچ چیز نیست دختر خوب هستی چشمت آه خوب است تو بلند چشمت نه هیچ چیز نیست نه نزدیک درخت‌ها شیشتی تا سیزو بوده پشه باشه است پشه نه بر چیز نیست ما بریم چیز کار نداری نه نرو ما دختر این رقم
تو بلند چشم تا تو درد تو نکنه. بلند که من ببینم. تو باشه میداره پف کنم. نه. پفای من بیاد قدر قبیلی تو دختر. نه تشکر پف نکن زیاد درد میکنه. خب تو بلند که کاله آدم ببینه. نه اون خوبه انشالله. خوب شدی؟ نه سخت میکنه. او بیان برات زره چیزی؟ نه. شنیدم میتونی؟ یک تیر دونه چون کت اجمل که داشتی تو خارجیگه که چرا پیش گرفتی لاکو؟ خیلگی نکو فردین. چرا خیلگی کنم؟ فقط ثبوت نباشه در بس پیشه. ثبوت چه کاری چی فردین؟ بی نزاکتی نکو بیادبی نکو. قوم خیشه نه خب من رو میشناسی. دوز نباش از پاچا نترس. دوز نباشه از پاچا نترس. من چی کردیم؟ اجمل خوش داری. من میفهم دیگه. خدایا صبر بده فردین بی نزاکتی نکو احمق. خیله. پس تو بیشرف بور آخرت باشه که قسم گپاره میزنی. تو ارزش بیادر گفتن نیاز نبودن هم نداری. باش نکردم کل قوم خیش باید. خاطر سوکو آدم بی نزاکت بی تربیه شغال. تو رو ببرن در باغوش بستر کنن خوب است. آدم دیوانه. ما چه بی دختر از خاطر دزای پیسر کجا مانده. خیلی مردم مادری داماد شالولات اسلام میکنی نمیکنی دلش از خال نام مرا بد کنه. چی؟ مرا میکدی اجمل جور استی یک گپای میزنه که ولی اگر ندک حال باغوش نشانت میدم. تو مت در باغوش بستر میکنم یا بابا چی کنم؟ کتاب جور نده کدام قانون. بد کنه جا کنیم. چی گپ است دختر؟ تو جو سر چی بر گپا میزنی؟ در باغوش بستر. فردین اصلا کداینی خدا کس را میبینه. راست میگه. یکی گرفته تو هم نگریزی. چرا بگریزم؟ چرا بگریزم؟ یک پایا که یادتون دیگه باشیم پارچه دو سال بعد. آما چی گفتم؟ نمیشه خجالت بکشین دیگه. بس دیگه. گندت که خمالودت. اما ما چی گفتیم که خجالت بکشم؟ بس من میشه لکنه. دم دلت تو شکم شو. چی گفتم میرم؟ چی میگم؟ اپش از من نکرده. بازه باشه خوب باشه. کسی ما رو گلام نبر خواستگار بیا خود ذوق تا بفهمیم. به ذوق من میاد. نه خود ذوق تا بفهمیم که یعنی همون نفر هست نیست. بازه صحیح بازگه خدای نکده. آمده باز من میگم که آیی خوب است یا بد است. با خدای در باره چیزا فکر نکنم حال تصمیم ازدواج ندارم. قصد نمیخوایم از پیش کام برو برم. نه شیرکو ساعت تیرش ساعت نجی ما فردن چقدر خوش هستیم. ماشاءالله زیاد خوش هستی. نمیگه که خوش چیست هر روز جنگ میکنی. خیلی تو امور خوش داره خواه. خوش شکر که همی رازیستی. نمی حالت شما رازیستی. خب من نیست. فعلا تصمیم ازدواج نداره. خوش از من تمام. اما یکم آرام باشی چرا نمیری شما؟ برا لام شد بعد دیگه قبولش ندارم. میگم ما پناهگاه. برو اینا برو. من میام تو برو. خدای چه خلاص اما نچری نکن با چه قسم کن. برو. بشن دو نفر سه نفر تو بشن داختی. خجالت بکش. اما دانی خدا مرا نبید. یکی بچه نامزاد شد رفت دیگه شمناتون نامزاد شد. حالا بنام نامزاد شدم. برو. بشه پناهگاه برو. ای کدی مادرم خرس نگی پشو کدی مادرم خرس نگی حوصله ندارم نداری بیچاره مادر تو شما نمیخوام تربیت کنم بچه تو سر تربیت کن اولادا تو سر تربیت کن برو مطلق خورده میری شما خانی ما سیر هستید روزی کلا میرین شما برو بچه خم خودم جا پیدا میکنه مدرد رو پا میکنه برو تو برو نگی کدی مادرم خرس نگی پشو نمیریم این یک خانه بابیم بس من نمیدونم بجور نمیرم که بیشینه خوب میدونم من نرسیم اما یکم آرام باش چه لنده خوب من نرسیم میشینم با تیسی سر آرام باش تیسیز برا ای خدا لعنتت کنه اما مادر چی شدید؟ مادر برون بریم گمش کال که زنه کردن کنم رقم نشده جنجال نمونم یک رو نمره مرا چی بلا کرد گمش که در غمهایشان خواد ماندم اگه با مرا چی کنم در بندی خانه خواد افتادم بگریزم برم مجبور یک چند روز یک سو برم که دیگه فکر نبینم الو خدایا چطور کنم من چپن ما بگیریم زود برم دیگه یعنی ذوق را بفهمیم که با چه رقم باشه چه رقم نباشه. قصه داری یعنی بخیالم کنم من ببین در غم ازدواج و در غم شوی گرفتن در غم زن گرفتن هستیم بیا
چی میخوین در گرمی؟ خسته نخوری؟ الو نخوری که بخدا نه الو گلون من نمیبینی؟ هیچ گلون صدای نماره بخی خلاصه کار شدیم نخوری که گرمی بخدا کلتا میکشه باز کنم پیسی کاده و دوایتان از کجا کنم؟ خالی یعنی از چوخ مانده بود خواهد تاریخ شام تیر شده خواهد خاطر میم نخوری که مریض میشین اوسو پریش نه چی من خوردن نمیتونم بخود جانم میخود تو که مطگلون تا موارشه باز بود از دلم میدگی نه خود چی کار میره؟ حالا خودم چه خانه بود کدام ما شما خودم طفلم در خانه نیست که مثال جنگل کنه خورسکی اینان ریخته بود خیره میشد اینا که گفتم که بیا میگه که چرا خورم بیا میگه چرا موندیش که کار کرد خیلی که مریضم بود این خیر از کار خودم نمیموره کارخانه رو کلگی میکنه خیره خوب شدی باز بخیر صبح کس باز کارخانه کارا چی است؟ نمیفهمم سمیرا جان که چی تشویشی چی میکنی چرا جگرخون هستی چرا جگرخون میشی خود چرا جگرخون میسازی نکو جگرخونی حالا گفتم ده دفعه قطع با جانم یاد کردم که اگر پدرت اجازه بده امور بانم و دخترکتم میارم خب نمیمونه پدر تناس پدرم بیچاره او از مکتب میمونه تو اول خیر کار سپارچیش جور کو باز میاره میشه مقصد اگر از طرف از او جگرخونی میکنی یا کدام جگرخونی دیگه داری بگو بر من سمیرا جان نکو جگرخونی نه وقت آمدم افتاو بود شاید از مخت رفته و زده باشه تو خب میگی هفته و نه و میفهم که خودم چی گپ است چرا جگرخون هستی نیست کدام گپه نیست کدام گپه حالا یک نفر که مریض بود در فامیل در خانه کلگی کتش مریض است میفهمی؟ ما رو به تشویش ساختی عبید هم کتت به تشویش است مرسال هم به تشویش است کتت اون خوارم خب هنوز خبر نداره که بیایی که ببینه که تو مریض هستی مریضی بخیر ثقیل نیست جدی نیست یا خب خیر بازم مریض هستی سیروم پیشکاری است خلاص خود خراب گفته یگان تو مردم ها چاقو میخوره عملیات میشن اون وقت کل خانه تشویش باشه یک سیروم از یک پیشکاری خلاص همین سیروم پیشکاری به اولبون در روی سرک نزدیک افتیده بودی خب فشار آدم پایین باشم ترستیه میوه آوردیم براتون از اون میوه بخو خورده میرم حاجت دوا و دیگه نداره نه خورده میرم از اونم یخچال است از یخچال میوه بگی بخو دیگه است غمت بخو نکو تو نکو خودم مریض نشو دایست ما برم خیلی که کجا است مرسل چی گپ است منم نمیفهمم که چی گپ است حقیقت چی است خب نشی دختر نه او باید بگی خودت تو مرا میرم من پاک کنم یاد داری باید چطور ندارم دختر آدم که مسافر شوه بسیار کارا رو یاد میگیره تو خارج که باشی در اتاق تنها دیگه بچه خو نمیکنه اونجا خواهر مادر آدم نیست که آدم کمک کنه خود خوب نشد چشمه نه قصاق نکنه خوب بسیر مو درختا و یاد کشیشتی باشر داره نه دیگه خارج که باشی دیگه چی باید بگویم مرسل جان اونجا مشکلات زیاد از یک کاربار تر نمیکنه که بشینه بر تو لوبیا پاکی کنه یا برنج پاکی کنه اونجا دیگه یک جان خودت است یک کاربار خودت است خوب خوبه دیگه دل ما جمع شد دیگه خودت کل کار یاد بگیر خوب شدی نه سخت داره میذاره و بیارم بعد بریم بچم نه خیره خودم چی میکنم نمرو چادر میکنم پاک میکنم شاید خوب شد چقدر لوبیا نگیری دختر بس مخاط کرد بس میکنم خب نفر نیست نه مادر جان نیست بیبی نیست مردار نیست پاک کردن بجزو یگان دانه کاش هست چک یاستینای مرا خیلی دستمایت بابا کو دیگه چیزش آماده کردی یا من آماده کنم؟ نه خودم آماده میکنم امروی سمیرا خیرم پاک شو بکن نه پاک دیگه خراب نیست مردار چی رو سیر کن نه خودم نیست کرد میشه دیگه امیم زنگ میزنه خوبه؟ خوبه بیچاره فشارشون پایین بود یک رقم زنگ زدم برش بود دیگه مام نگرانش بودم زیاد نمونده قرار مرداج دختر فکر کنم تقریبا پاک است اینه خلاص دختر خوب است تشکر خوب شدی انشالله خوب است دیگه درد میکنه خونی باز میتیاد کو دیگه پاک یک بوشش خلاص دیگه من برم چیز کار داری بعد بیارم نه تشکر برو خیر خب اجازه خیر وای کاش که چند دقیقه دیگه هم میبود چرا رفت باز چی بهانه برش پیدا کنم میره دل مام میره
میرم باش. مادر آه. مادر خیر بخی خیر مادر من نترسان مادر من نترسان چی شدی تا مادر من نترسان مادر من نترسان بلیاز خودم بیدار شو مادر من نترسان در کفکم نکو چی شد چرا مادر جون باش بخیر بخیر تو نقا مادر خیلی یک چیز بگو مادر چی شد مادر نکن من نترسان چی شدی تا مادر خیلی یک چیز بگو من نمیفهمم مازم دم کم داره فشارات نمیخی سر به طلاق میکنه ماما قد قامدیم کم از آریم به دقیق قدی دمدانک دروازه شیشتم که خیره بابا بزنیم یک نشد من میرم به یک 3-4 روز یکسون میرم دیگه هیچ حوصله بر من میری؟ دیگه برفت حرام ماما رو کجا؟ نه شما را کجا برم؟ خب کجا میری؟ میریم خانه یکان خور خونده با شما هستی؟ میگه 4 روز هستم نه 4 روز کم درش کنی زد مست خلر مست نانو برای میرسه حساب بگیر از خانه کی برام میگه از خیش اگم سایه پیش میگه خواهی خیلی برو سال پیش هوا بیز میریم چی کنیم خیلی من رفتم بچه من چپن من میگیرم من میرم دیگه خود سکالمون گرفتم خب بخیر میرم بخیر باشی نه میگیرم سلام بگویشان سلام بگویشان ما نمیتونم تو خانه کی میری خانه کی میگم یکی میری سلام بگویوره مادر در قول خدا شوی همه چی کردی مادرم خدا لعنتت کنه همه چی وقت از دستت بیغم میشه سلمو وردار خیر خوالم وردار من چه مادرم چی شد چی کردن دقیقه مادرم اوه سلمو چرا نمیبرداری دیگه روز خوب 10 دفعه زنگ میزدی چرا نمیبرداری اوف خدا اوف چرا نمیبرداری سلمو کی را صدا کنم که مادرم کمک کنه شفاخانه ببرش اوف سلمو خدا لعنتت کنه مادر بخی خیره بخی مادر مادر بخی خیر از چو یک کلمه گپ بزن مادر خیر بخی مادر یک نفر خود کی را صدا کنم او خدا برم باید زنگ بزنم بله و باید بیا که مادرم چی شده نمیفهمم کدیم یکم دوا کده جیاب نمیزنه سلمم نیست خیر زود بیام کسی دیگه هم نیست که من بخوایم میشه خیر زود بیا من نمیفهم مادرم چی شده خیر زود بیا خیر مادر جان یکم دیگه تحمل کن میایم مادر خیر یکم ما بخو چی شده ده خدا لعنتت کنه فردی خوب شد رفت اگه مری شد بیخی دقیقه رفت بریش اینا باز میگه باز ما اتر ما کم میگه باز ما کم میگه
نه خانه کی رفت؟ مرچم گفت خانه خورخونده میرم. خورخونده بازد؟ راست نگم. یا نگفت خانه خورخونده میرم. آسونا چی؟ بخی؟ بخی مادر میشه خدا چی شد؟ چی شد آسونا؟ چی شد؟ بگو بیا. چی شد؟ مادر زور کرده بیا. بازی کن مادر. بده. آلی چرا نمیگی چی شده؟ مادر جان مادر جان خیلی مادر جان خیلی بخیر شما عبدودی بزن داریش گپ زدن نمیدونم ولی چی شده مادر من از دستم نمیشه داستم چی کن مادر زن ماما دوش از مادر چی شده زن ماما شما دستم میمون بردیم شد چیکار روزو آلی زن بزن دکتر دستم من بیادمه سلما کجاست آدم احمد کنش دست دوزده که دیگه کارا نمیگه که مادرم در یالت نمیبود چون نکرده که مادرم به دیش شما چطور کنیم سلما خاموش هست سلما کجاست سلما نده که مادرم به خدای نکرده دیش شما چطور کنیم آسونا ببریم میشه پیش دکتر زن ماما چی شد؟ آسونات مادر مکن زن جان سلما کجاست؟ چرا تلفنش خاموشه؟ سلما جفت نمیتن مادر جان کار جنبه گم بزن بیاد نکنیم بزنیم نکن دل کفک میشون بشون مریم کجا دست مادرت میشونه کجا دست مادرت میشونه خدا لعنتتان کنه بریم دکتر ببریم این دکتر خیر است بخیر بچه دست نزد جان مادرم بگیری جاتون خیره ببریم بشم بخونه مادر نیستم شده مادر خیلی گم بزن خیلی گم بجور چرا؟ مادر بشنی مادر جان بری بشم سنیدانه کنم کم من خاطر شما بگه پشت کنی مادر بود آسونات بخیر مادر جان همه خدا لعنتت کنه تو چیالت مادر اسلامی بگی امی قضایی نظر بگم حال خیر گیان نکنیم میبریم پیش دکتر میبریم جور میشم نمیفهم مادرش این تو شده ببریم پیش دکتر مثلا آرزو صحیح مکان باش که نمیتونه آرزو احتیاط کن مادرم چیز نشه چطور میبرم بیدون مادرم خیلی متیسیوری شده باید مادرم چیز نشه نه نمیشه مادر خدا لعنتت کنه کجا دست شما دوای سر دکان مادر من چی شما تکه میکنه فامیلی یا نه چرا چی شده مریم میگه به کار کنیم یعنی چی فردی کارم چی ما نمیده لعنتی چرا چی شده
تو نمیری بچه آمده باز میخیزی میری؟ بریم خانه بریم از اینجا تو خانه بریم. حالا برو خیر باز ما خودم اول شب میگم برو نکو گریان خوب میشه بردش پیش دکتر میشه. نشده برو خوب میشه بخیر چطور چیزی نشدن؟ تو از دل گرم خود گپ میزنی. نکو گریان اصلا خوب میشه اونا بردش پیش دکتر خوب میشه. نکو گریان چرا اصلا چرا تو گریان داری؟ خمیره میمونی کدم از او میرفت خدا قلم دلش خور جمع میبود. میبرش در خانه برو همین میرفت خود دلش جمع بود که چی میشه چی نمیشه. چی کدره یک دفعه ای مادر شاش میگم خدا از دیگه فشارش گاهی تا میشه مادرم چی شده؟ خوب میشه اصلا خیر است. مریم به مادر چی کنم؟ آسنا حالا خیر حالا خوب زیاد گریان نکن حالا او خوب میشه تا این هرچی مادرم خوب نبود. تا این دواخانه میبرش یک دوا میگیره بس پس میاد تو از دلم نمیای مادر شد. میماندی کمی میره خیر میبرم پسم باش که لشمه خارجی مراکش با هم نمیاد حالا اوره حالا هر که زغم خود زغمی چی موندی مام نبود آرزو چی خود کرد راست میگه آرزوم تنها بود. اصلا شروع شد خیر بود من میبرم وقتی مادرم گشتن نمیتونم زنگشان میزنیم که چطور شده باز ما شما میریم و کجا بره تنها بودشم دیگه. اگر چیز شد سنو زنگش میزنیم که چطور شد. مریم مادرم من چی رایده شده؟ پاک گریان های تو دختر سیگرت نیست نکو گریان اولش هم میگیریم اونا برده پیش دکتر برد و باید پیش دکتر باید چی کنم مادر؟ نکو گریان ای خدا پیش گریان های تا خدا مادر هم تو سعی داری دیگه خوب کار کردی؟ خیر بگیم پر چیز کنم او مادر قضیت مریض نمیشه خود آدم پر سلما دلم دختر خدام چی گپ است پر سلما مادرم نمیتونم گشتم فردین مادرم گشتم نمیتونم نیست چرا سرپایی دیدیم شخصا سرپایی بوده که تو نبود نمیتونست خیر پر سلما دلم دختر خدام سلما کجاست شفت کنم کجاست که چیزمو در بیاد مادر جان خدا حیاتو کمک کن خدایا نکو گیرن دیگه خوب میشه نکو گیرن خدایا خوب میشه آسانات نکو این رقم دیگه مادرم هیچ وقتی رقم نشده بود مریم مادرم چی شده مریم مادرم نباشم میمونم مریم خیلی دیگه نمیشه بخیر خدایا فشارش خلاص داریم فشارش نیست مادرم فشارش رقم نمیشه خدایا خدا جان چی خواهد کردم نکو گریان آسانات حالا من چی بگویم نمیفهم که چی کرده سالی چی شده مریم درس مادر من چیزی نشه نمیشه خوب میشه هیچ وقتی رقم نشده بود خب خیلی راست میگه شاید فشارش پایین و بالا شده فشارش نیست مریم من میفهمم شاید دیگه اینو آرزو شاید کنده باشه شاید اینو خب خبر نداری دیگه ناقی گپ نزن نه کدام گپ است کدام گپ است که مادرم رقم شده مادر جان مادر میفهم کدام گپ شده مریم گیلاس ها کجاست مریض شدی بمری از او کده خوب است تمام روز منت میشم لط من میخورم قفاق من میخورم اینا که مریض شدی برو بمر فهمت چی بازیدگام کش کردم میخزم میره همه قنه میفهم که شوی من لط میخوره شوی من بیاب میشه مرد سیاه میگن هر چیز میگن مریم
نشده چیزی. پیش دکتر بردش خوب میشه آرزو. پیش دکتر برد خوب میشه. خدا نکو کریم خدای نکده خودم چی نشدشن. مریم ما هیچ کس نداریم، یک مادرم از چی خواد کردیم. مریم چی خواد کردیم. ای خدا جان تو کمک کن. ای خدا باز میخزه که از این میره بان که لای من بموری کم جایداد بر من بانه که ما آرام شم. همین خدا از این بدتر تان کنه که بری بخیر از مردید بیایی که مرا بگویم کمی جایداد خبر من میمانه دقیق. الله خو که آسانات هم یارماندم دلش بانه اگه بانم شد که برای دیدنت شفاخانه آرزوگاه اکت مرا میزنه یا میخیزم. ازگاه نیست من زیاد بخو یک ذره بخو خوب میشه مادرتون. بخیر شما خواهله من نمیتونم که مادرم یک دفعه دکتر برو مادرم چیزی نشه مریم خدا جان. بخواه یک ذره بخواه کالته را چیز نشه بخواه کمه بخو با زنگ میزنیم برشون که چی رقم شد چی رقم نشد. بگی بیا مادر جان. زن کجا؟ وی مریم جان چی باشه؟ چی شده آرزو خوشبسون بر قسم میکنم مالبان گپ نزنیم سر فشار میه. سیتیت کاس خیلی تاول کجا؟ میگیرم برای زیناست. هرچی میکنم میجی یه پای ننوی بوی از یادم نمیره. بیخی ذهن من درگیر کده. زندگی میج بر من روی خوش نشان نداد. تا خانه پدر بودم سعیز دستنی مردم از اونجا بستنی مردم راحت نبودم که پدر در خانه است جوان است چرا کار نمیکنه تو در کار راه میکنه. یعنی اینجا که آمدم وضعیتشان خوب است وضعیت زندگیشان پیسه داره. مادرشان آمده خوب آمد خوب بود مادر. کی بود دیگه کاتیش؟ نکو کی بود؟ کندرم بود یا نه؟ حال چی کار داری؟ حالا بود میگم یا نه؟ یک دفعه برم بریم. کی بود دیگه؟ فردین حالا بود یا نه بود گپ مرا گفت بشی خب باید با یک دقیقه فکر کردم که خداوند مادرم از ما گرفت. تو کپار نزن و دختری چه قسم گپ است که تو میزنی؟ نکو جگر تخون خوب میشه گلواری. تو سعی که مادرم بچه زحمت ما رو کلان کرد بدون پدر ده اینجا رسان. آخرم خدای نکرده چه شب باز ما چطور کنی؟ من مادر بعد از ما رو بهتر میفهمی. کل شرایط میفهمم دختر که چقدر سخت است این داغ مادر. خدا هیچ کس نشان نده.